4 ایول در شهر خانکندی جمهوری آذربایجان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در حاشیه سمیت سازمان همکاری اقتصادی با پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران محترم مسعود پزشکیان ملاقات نمودند. در واخور وضع فعلی همکاری دو کشور و مسائل روزنامه سمیت بررسی شد. پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان ابراز داشتند که جمهوری تاجیکستان با تحکیم و گسترش بیش از پیش رابطه‌های گوناگون جنبه با جمهوری اسلامی ایران علاقمند باشد. در رابطه با حادثه‌های اخیری در کشور دوست رخ داده همدردی صمیمی سرور دولت و مردم تاجیکستان با کل مردم برادر ایران ابراز گردید. جانبها از وضع فعلی مناسبت‌های دو جانبه و رشد و گسترش آنها اظهار قناعت نمودند. ادامه تطبیق موافقت‌های در ملاقات گذشته سران دولت‌ها حاصل شده به مقصد موافق دانسته شد. فعالیت نیروگاه آبی سنگتوده دو و حل با ثمر مسائل‌های مربوط به آن نمونه نیک همکاری تاجیکستان و ایران ارزیابی گردید. گفتگوی سودمند همچنین اوید به دیگر مسائل‌های مورد توجه مشترک صورت گرفت.